بچه ها من رفتم پیمانه رو فالو کردم که بتونم بیارمش بالا. گفتم فکر کنم باید حتما مثلا بتونم اگه فالوش کنم بیاد جزء اون لیستا. وقتی که جزء لیست بیاد میتونم بیارمش تو لایف. رفتم فالو کردم یه کوتاه ببینم که الان میشه یا نه. بذارید ببینم. آها ما اینوایت فرستم، فکر کنم دیگه بتونی بیای بالا. چرا اینوایت داده بودم اما نشد. پیمان من برات درخواست فرستادم، ببین برات اومد. از اون قسمت ببین یه بار دیگه. الان من عدت کردم به لایف. باید برات یه درخواست اومده بشه، فقط باید اکسپتش کنی. برام بنویس ببینم که نه میگه نه. خب یه بار دیگه برات میفرستم. یه بار دیگه برات فرستادم. واقعا من نمیفهمم یعنی چی این چه مسخره بازیه. اومدی سلام. پیمانه؟ سلام. سلام سلام. ببین من اصلا تصویرت برای من نیست اما اوکیه. خب همین که صدات بله، میاد. چون من اصلا حتی مثلا اون تصویر اگر من نمیدونم منم الان با تصویری تصویر دیدم. شما رو ندارم، منم تصویر شما رو اب ندارم نداره اصلا. اب نداره بعدن که چیز کنیم، بعدن که من بله لایو رو سیف کنم بله مشخص میشه. چون این تازگی ها اینجوری شده درست. نمیدونم واقعا دیگه گنده این استا در اومده. آره بله. آره. سلام، شب بخیر. شبت بخیر، خوش آمدی. ببین ممنون، سلامت پیمان باشین. من یه کوچیک یه توضیح کوچیک به بچه ها بدم. بچه ها خواهش. ببینید من دوست داشتم که با پیمانه یه لایوی داشته باشم و یه سری حالا ببین من یه سری سوال داشتم که بله سوالام یعنی یادم رفت که خیلی بود. حالا یه دونش بله هست، یه سوالی که برام خیلی مهمتره دلم میخواد بدونم، اونا تو طول لایو بله ازت میپرسم بله. و دیگه حالا صحبت میکنیم دیگه. حالا اگه شما این لایو اگه صحبتی داری چیزی داری شروع کن. باش، من مشکلی ندارم. حالا اگه شما میخواین سوال کنین که بفرمایین، اگر نه که میخواین من بگم ببین بهتون. من چون زیبا هم قراره توی لایو ما بیاد، من بله سوالی که دارم گفتم حالا تا یه رو 20 دقیقه تا قبل اینکه زیبا بیاد بله بپرسم سوالمو. بله. من لایو بفرمایین. شما رو با سحر دیدم. بعد بله خب میگم من خب شما رو که ندیدم هیچ وقت، حالا هم بله مثلا صداتون رو شنیدم و اینا. بله خب تو لایوتون گفتین که مثلا مخالفت هایی که بالا با ماها داشتین، من در مورد اون میخوام بله. صحبت کنم. اونا رو خواهش. گفتین که من مثلا خب دوست داشتم با زیبا ادمیناش در تماس باشم. بعد از اون لایو وحید واعظی فرد که بله ادمین سابق زیبا بود یه لایو میذاره که بچه ها بله برای من اون قسمت لایو رو فرستادن. بله بچه ها در مورد شما ازش میپرسن. بله. وحید تو لایوش میگه که من پیمانه رو میشناسم. میگه من درست. پیمانه رو با پیمانه صحبت کردم، پیمانه رو میشناسم زمانی که وحید ادمین گروه بوده دیگه. یعنی که میگه که شما درست. باش تماس گرفتی و حالا یه سری راهنمایی میخواستی شما رو بکنه در مورد تولیدی لباس و حالا یه همچین بله چیزای. فرید حالا وحید بله تو لایوش هست، سیف داره مثل که بله بله لایوش. بعد بله. ما این موضوع رو نمیدونستیم تا زمانی درست. که شما اومدی تو لایو صحبت کردی که بعد وحید رفت لایو گذاشت این صحبت کرد. ببین بله. من سوالم این بود که آیا شما ازش خواسته بودی که به کسی نگه که شما باش در تماس بودی و نه مثلا علتش اصلا چی بوده؟ این نبود. ببین توضیح این بود که وحید یک پستی رو گذاشته بود بابت اینکه هر کسی اگر راجع بله، به کار خیاطی کاری داره میتونه درسته. که به من بگه، من میرم کمکش میکنم. این پست وقتی اومد من و دو تا از همکارام این پست رو دیدیم. دو تا از همکارای من که اونها هم تقریبا گروه شما رو درسته. میشناسن. بعد اینا صحبت کردیم و اینها خیلی به قول معروف شمارش رو گذاشته بود و اینها. من بعد بچه ها گفتیم آخه این
چجوری میخواد کمک بکنه و اینها. بچه‌ها برگشتن گفتم اشکال نداره، من زنگ میزنیم ببینیم این چه کمکی مثلا میخواد بکنه حالا توی این کار. بعد که من باهاش صحبت کردم تلفنی، اصلا اینطوری نبود که حالا بیایم راهنمایی ازش بگیریم و این برنامه ها اصلا اینطوری نبود. اون توضیح داد که من تو کار لباس مجلسی زنونه بودم و اینها و یک گفتگوی بسیار کوتاه داشتیم. حتی من با وحیدم صحبت کردم و بهش گفتم من کلا با عقاید و نظرات شما مخالفم، حتی به خود وحیدم این رو گفتم. بعد عرضم به حضورتون که همین در حد شاید به شما بگم کلا شاید 5 دقیقه نشد کل مکالمه. و اینکه ایشون هم گفتش که من تو کار لباس مجلسی زنانه بودم توی تبریز و اینکه نمیدونم بعدا رفتم با یه شرکتی کار کردم و الان هم اگر کسی بخواد در حد یادگیری باشه من حاضرم بهش کمک بکنم. حتی به من گفت من شما حاضری من رو با خانوادت آشنا بکنی؟ گفتم که نه. دقیقا جمله‌ای که من بهش گفتم این بود. گفتم اصلا، به خاطر اینکه من این کار رو نمی کنم. الان هم صرفا به خاطر همین پستت بهت زنگ زدیم و راستش هم بهش گفتم میخواستیم ببینیم اصلا تو این رو راست میخواستی بگی یا دروغ گفتی توی این پستی که گذاشتی. همین تموم شد و رفت. همین. آره نه، چون میدونی من علت این که برای من یه ذره چیز بود، یه ذره درکش برام یکم سخت بود. چون بالاخره متوجه مخالفت شما با گروه زیبا و ادمینا شدم. من پیش خودم گفتم خب وحیدم اون موقع ادمین زیبا بود و اینی که مثلا وحید اعلام کرد که شما بهش تماس گرفتی، ازش کمک خواستی برای تولیدی و برای کار. کمکی نبود. نه سمیرا جان، ببین کمک نبود. و اون تماس اصلا وحید ادمین زیبا نبود. یک تماسی بود بین 2 نفری که در یک رشته‌ای میتونن یک سری اشتراک داشته باشن. همین. یعنی چیز دیگری نه. سوالی بود راجب پیج گروه زیبا، نه سوالی بود راجب ادمین بودن وحید و یا کارکرد و عقاید و این مسائل. هیچی. مثل این میمونه که شما امروز به عنوان مثال توی یک حرفه‌ای حالا هستید، دارید کار میکنید، حالا ادمین یه گروهی هم هستید، ولی اگر من با شما صحبت میکنم صرفاً به دلیل اون حرفه‌ای که دارید من با شما صحبت کردم. اوکی، باشه، متوجه شدم. من میون حرفتون یه چیزی بگم بچه‌ها. من فرشته رو مسدود نکردم. من فرشته میتونه قشنگ بیاد تو لایو من، به هیچ عنوان فرشته نه مسدوده نه بلاکه. چون که الان بچه‌ها به من پیام دادن که چرا فرشته رو مسدود کردی، چون فرشته بود تو لایو، اول لایو. حتی من بهش گفتم که اگر که یه موقع هنگام پیمانه مثلا اوکی باشه، اگه صحبتی بود چیزی بود میتونی به این صحبت کنی، اما من اصلا این کار نکردم که بخوام فرشته رو مسدود کنم. بگین یه بار بده دوباره بیاد. اوکی، مرسی که برای سوالی که مرسی. من این برام خیلی چیز بود. خوب شد که برام توضیح دادی. من بعد حالا اگه خودت صحبتی داری، چیزی داری؟ ببین سمیرا جان، من یک صحبتی بود که من امروز صبح با سحر صحبت کردم. ببخشید من اگه یک کمی بد صحبت میکنم به خاطر اینکه من دندون پزشکی بودم، دندونم رو پانسمان کردن، یه ذره این اذیتم میکنه. این رو من عذرخواهی میکنم. یکی سر این بود که یه حاشیه هایی درست شد که نمیدونم من پول دادم به شما، شما به من پول دادین. نه اینطوری نیست. حالا اگر میخوان کسی قضاوتی بکنه، من صبحم گفتم الانم میگم، هر کسی اعتقادای خودش رو داره. بت پرسته، خدا پرسته، بچهش رو میپرسته، شوهرش رو دوست داره، مامان باباش رو دوست داره. به هر چیزی که خودتون اعتقاد دارید. من نمیدونم، ولی من پدر مادرم خیلی برام مهم بودن، خدا رحمتشون بکنه.
به خاک پدر و مادرم قسم و به روح جفتشون به هیچ عنوان ریالی پرداخت نشده نه و گرفته نشده. همین الان که این لایو گذاشته شده من دارم با سمیرا صحبت میکنم، هیچ برنامه ریزی نبوده و این رو من خواستم. حالا میخواید قبول کنید میخواید نکنید، این دیگه من ازش بیگذرم. و دوم این که چیزی که خواستم بگم، خانم رخشانی اعلام کرده بودن که بنده با پیج کاریم بیام. این رو هم یه اطلاعاتی میخواستم بدم کسایی که به اینستاگرام وارد باشن و بدونن، کسی که پیج بیزینس داره، الگوریتم جدید اینستاگرام به این صورت هستش که ماهایی که هر کسی که پیج بیزینسی داشته باشه و پیج کاری داشته باشه، حتی تو اکسپلور اگر بخواد بره، باید پست هایی رو ببینه تو اکسپلور که مربوط به شغل خودش باشه. و این حالا من اگر نمیام با پیج کاری خودم بیام به خاطر اینکه البته توهین به طرف مخاطبم که شما باشین یا سایر مخاطبین نباشه، ولی این لایف ها و این بحث ها و اینها اصلا ارزش این رو نداره که من بخوام پیج کاری خودم رو خراب این بحث ها بکنم. و دومین موضوعی که میخواستم بگم، خیلی الان دارن اینجا مینویسن که نمیدونم تو جرأت نداری، تو وجود نداری، رخشانی وجود داره، این داره اون داره. شما درست میگین، من بی وجودم و شما کاملا درست میگین، به خاطر اینکه من اصلا نمیخوام زندگی خصوصیم توی فضای مجازی پخش بشه. و حالا اگر خانم رخشانی اومدن همه چیز رو پخش فضای مجازی کردن، اون دیگه ایشونن. من دوست ندارم یه همچه اتفاقی بیفته. حالا صدامو داری؟ آره صداشو دارم. اگر که حالا همتون میخوایم بیای بگید بنده بی وجودم فلانم، باشه شما درست میگین، من بی وجودم. من این 3 نکته رو که یادم بود عرض کردم براتون. و یک مسئله دیگه هم که یه کوچولو میخواستم بگم، دلیل این که من به خانم رخشانی پرداختم و به قول معروف با ایشون حالا ما یک برخوردی رو داشتیم، من یک کوچولو میگم. من توی قبل از اینها من تو گروه میترا ایزدپناه که گروه افشاگران بود، قبلتر اون گروه خانم فرشته پرندوش بود که به عنوان مخالف بودن، من داخل این گروه ها بودم. یه اتفاقهایی افتاد تو گروه خانم میترا که اینها، خب من همراه با اینها بودم، مخالف با اینها که نبودم سمیرا، من با اینها همراه بودم. اینها یک اتفاقی افتاد که اینها به من بسیار بی احترامی کردن، که البته نه فقط به من، به خیلی های دیگه بی احترامی میکردن. و این موضوع باعث این شد که من از اون گروه لفت دادم و اومدم بیرون. همزمان خانم رخشانی خب لایو میذاشتن و این برنامه ها، من فالوور ایشون بودم، اصلا فالو داشتم ایشون و خیلی براشون احترام قائل بودم، خیلی دوستشون داشتم قلبا. بعد من یه روز رفتم توی دایره ایشون و از ایشون خواهش کردم که امکانش هست من بیام، تو خیلی دلم میخواست حرفام رو بزنم، واقعا خیلی دلم میخواست. رفتم به ایشون گفتم که امکانش هست بیام. گفت چی میخوای بگی؟ گفتم آره اینطور شده. من برگشت به من گفتش که نه، من دخالتی توی این ماجرا نمی کنم. خب حق داشت، نمیخواست دخالت بکنه، پیجش بود، به قول خودش تریبونش بود و نمیخواست دخالت بکنه. و من گفتم اوکی، خداحافظی کردیم و همچنان من فالو داشتم، لایواشون رو میدیدم. یه روز خیلی اتفاقی خانم پرندوش یه لایوی رو گذاشته بودن. خب من خانم پرندوش رو دیدم، با ایشون صحبت کردیم از نزدیک، ایشون رو نزدیک میشناسم. بعد من خیلی اتفاقی رفتم تو پیج خانم پرندوش تو لایوشون و باشون صحبت کردم و اینها و همینها رو گفتم که من تو گروه اینها یه همچه اتفاقی افتاده و اینطور شده. به محض اینکه این
لایو قطع شد. فردا صبحش من دیدم که این لایو خانم پرندوش و من تو کانال زیبا. خب برای من فرقی نمیکرد چون من چهره ای نداده بودم و اصلا فقط یه صدا بود. اصلا هم ناراحت نبودم از اینکه حرفم رو زدم. شبش خانم رخشانی بسیار بد و توهین‌آمیز اومدن به من پرداختن، با الفاظ بسیار زشت، با کلمات بسیار زشت اومدن به من پرداختن و گفتن چرا برگشتی گفتی ما نباید به زیبا بپردازیم. چون من گفتم من مخالف خانم ناوک و افکار و عقایدش هستم. تا به الان یک روز در کانال ایشون نبودم، من به هیچ عنوان هیچ داد و ستدی با هیچ کدومشون نداشتم و از نظر من به عنوان یک مخالف بهتر این هست که به ایشون پرداخته نشه. توی لایف هاش ندید، لایف هاش رو نبینید، کامنت ندید. دقیقا جملاتی بود که لایوش هست. من من داخل لایو دیدم، کانال من شما کنم اون لایو خود من برای زیبا فرستادم. بعد خانم رخشانی اومدن و چرا نباید ما به زیبا بپردازیم؟ تو بیجا میکنی میای یه همچی چیزی رو میگی. خب باشه، من امروز سمیرا این رو دارم میگم. خانم رخشانی شما به قول فرمایش خودتون 10 سال پیش زمین رو به آسمون دوختین، جون خودتون و بچهتون رو گذاشتین در یک کفه ترازو، میلیون ها تومان، چند صد میلیون خرج کردین تا به سرزمین آزاد برسین، به دموکراسی برسین، بتونید حرف بزنید، بتونید آزاد زندگی بکنید. باشه، شما اگر امروز شما داری به زیبا میپردازی و نظرت رو میگی، باید بپذیری که پیمانه هم نظرش رو بگه. پیمانه یا هر کسی دیگری، هر کسی نظری داره و نظرش محترمه. پیمانه مخالفتش رو اینطور میخواد ابراز بکنه که با سکوت ابراز بکنه. شما سکوت نکن، شما بپرداز. شما هر روز لایو بذار، شما هر روز برنامه بکن و بیا راجع به زیبا ناوک و ادمیناش و صحبت بکن. همونطوری که من نمیام سینه چاک بدم برای اینکه شما چرا به زیبا ناوک میپردازید، چرا مسخره میکنید، چرا فوش میدید، چرا فلان میکنید. شما هم نباید به خودت اجازه بدی بیای به من بگی چرا گفتی به زیبا ناوک نپرداز. ببین درست میگم خدمتتون؟ بله درسته. ببین هنگام جان، ببین پیمان، حالا من نمیدونم چرا به شما میگم هنگام، پیمان اشکال حالا نداره، نداره. اشکال ببین پیمان، بذار من یه چیزی بگم. ببین خود من در مورد بله خودم میخوام صحبت کنم اینجا، مثال از خودم بله بزنم. ببین من شاید 2 سال پیش 3 سال پیش موقعی که می اومدن لایو میذاشتن انتقاد میکردن، حتی اگر بعضی موقع انتقادهای درست از من میکردن، حالا من به فحش و فحاش اینا رو نمیگم، حتی انتقادهای درست، اما چون انتقاد بود من خیلی ناراحت میشدم، عکس العمل نشون میدادم، خیلی خودخوری میکردم. من عکس العملم حالتی بود که مثلا خودخوری میکردم، میخواستم خودم رو خیلی کول نشون بدم، بگم نه اتفاقی بر من نیفتاده، ناراحت نیستم، اما خب خودم رو از تو میخوردم، خودم که نمیتونستم خودم رو گول بزنم. بله ببین اما هر چی که گذشت، من نمیگم الان، اصلا منظور من این نیست که من بیام تو بیای من بشی، من منظورم فقط میخوام مثال دارم بله میزنم. بله ببین این چند متوجهم. وقتی که گذشت از الان، مثلا این زمان همینجور زمان که اومدیم جلو، الانی که من الان اینجا پیشتم، من نمیگم ناراحت نمیشم، این حرف اگه بگم دروغه، بخوام بگم اصلا ناراحت نمیشم، نه، اما خیلی نسبت به قبل فرق کردم. ببین فرشته، من بارها دیدم، خب شنیدم، دیدم، من لایو فرشته رو بچه ها میفرستن نگاه میکنم. بله یکی توی لایوش نرفتم مثلا موقعی که لایو برم، برای اینکه وقتی که برم تو لایوش من پیج فیک دیگه ای ندارم. بله این کامنت ها حمله میکنن، یعنی لایو ممکنه دست، یعنی یه جوری بشه شروع بشه، آی سمیرا اینجا شروع کنه پشتن، بعد همین چیکار میکنن موقع سیو میشه. اگر در مورد مثلا من حالا یه چیزی گفته باشه مهم باشه، بچه ها تیکه میکنن برام میفرستن. من مثلا دیدم آره منو هیکل منو مسخره کرده دیگه،
پوشیدنمو مسخره کرده، حرف زدنمو مسخره کرده، خیلی هر چی که بگی، میدونی، هر چی که بله بگی باید یه سری مسائلی گفته میشه که خب حقیقت نیست، میدونی. تو بله اون من نمیگم فرشته داره دروغ میگه، همچین حرف نمیزنم. مسائلی که گفته میشه، عنوان میشه، خب حقیقت نیست. اما یه حرف زیبا یه بار به من زد، برگشت گفتش که بله سمیرا نگاه کن، ببین تو اون صحبتی که دارن در موردت میکنن چند درصد ممکنه حقیقت توش باشه. ما نمیگیم همشو نگاه کن، حتی که 1%، اون 1% حقیقت بود، تو اون 1% رو نگاه کن. بله ببین من خودم از موقعی که دیدم و یه همچین عوض کردم، یعنی یه همچین کاری میکنم، یه ذره کمتر آزار میبینم که بخوام مثلا میگم نمیدونم یکی رو بیارن بگن آقا این برادر شوهر سمیراست، نمیدونم اون یکی بگه سمیرا معتاده، این بگه اینه. میگم الان احساس میکنم که دیگه این حرفا که میزنن، مثلا دیدی انگار مثلا یه حالت نمیدونم چجوری بگم بی بی تفاوت شده تفاوت برام. شده آدم مثل دیگه، بی آره تفاوت مثل مثلا میشه. دیگه انگار دیدی یه مثالی میگم، میزنه زیبا، میگه که به اینقدر بوکس بخوری، ندارم مامان، ندارم ساری، میگه دیدی میگن تو زمین بوکس انقدر طرف بوکس خورده دیگه چیز شده بدنش، دیگه انگار دیدی درد بله نمیگیره، یه کرخ همچین میشه. حالتی. بله ببین من مثلا خب آره صحبت های فرشته رو در مورد شما شنیدم، بله اما دیشب من پیج شما رو، همین پیجی که کاریتون نه ها، من کاریتون رو ندیدم تا الان، پیج که داشتین رو دیشب شب بود فکر میکنم که من مسیج دادم بهتون، بله رفتم پیجتون رو دیدم که بدونم که مثلا اسمتون کدومه که بیارمتون بالا. بله بعد خب یه سری پستا رو دیدم. ببین من نمیگم که چرا این کار، من اصلا این حرف رو نمیزنم، خب اما بله من میگم ببین تا زمان این کاری که مثلا چجوری بگم، یه دونه دیدی مثلا یک دو نفر دعواشون میشه، آقا یکی این میگه یکی اون میگه، یکی این میگه یکی اون میگه، دقیق این دقیق. همینجوری ادامه داره. خب ببین بله همون جوری به نظر من، همون جوری که با من یا با سهر صحبت کردی توی لایف، حالا یا الان زیبا میاد بالا، من میگم یه لایو پیشنهادمه که یه لایوی بله با فرشته بذارین با هم دیگه. ببین بله فرشته الان صحبت های شما رو میشنوه، خب 100% بله میره عکس العمل نشون میده، به هر حال شما ناراحت میشی، شما یه عکس العمل نشون میدی، با هم صحبت کنین. حالا لایو هم با هم نمیخواین بذارین، با هم تو واتساپی صحبت کنیم. این تو واتساپ صحبت کنیم. یه سری از چیزایی که حالا یه سری همین صحبت ها رو، همین صحبت بله ها شاید اگر تو لایو نباشه برای شما هم راحت تر باشه، برای فرشته هم راحت تر باشه، با هم دیگه بگین، چون شما با هم دیگه توی مسیر بودین، به درست هر حال توی مسیر بودین. بالاخره مخالفتی که فرشته داره الان با من، با سحر، با زیبا، یا مثلا اون گروهی بود که مال افشاگران زده بودن، بله بالاخره توی مسیر بودین، یه خصوصیاتی یه چیزایی با هم دارین، خصوصیات اخلاقی دارین که به هم دیگه میخوره، میدونی، یعنی جوری نیست بله که 100% با هم دیگه فرق داشته باشین. ببین اینجوری من میگم شاید این مسائل تموم بشه، نه میدونی، یا ببینید اجازه بدین سمیرا جان، بگو. ببین زمانی که ببینید گفتگو کردن خیلی متفاوته. این درسته. من قبول دارم حرف شما رو، من همین الانم حاضرم با ایشون صحبت کنم ببینم اصلا دلیل این همه نه فحاشی به من اصلا چی بوده. من حرف دیگری نزدم، من فقط یک نه کلام اومدم گفتم به زیبا نباید پرداخت، دلایل خودم رو هم دارم، متوجه هستید؟ دلایل نه خودم رو دارم، اصلا دلایل من غلط، اصلا دلایل من غلط. آیا نه خانم رخشانی واقعا این حرفی که میرن اونجا میشینن میزنن توی تریبون خودشون میزنن که این ناوکیه، این معلومه از خودشونه، تو از کجا مطمئنی که من از خودشونم؟ ببین یعنی اصلا این من از مسئله خودشونم. آزارت نه داده، نه نه این مسئله نه نه آزارت نه داده. نه منو آزار نداده، اجازه درست. بدین. ببین اولا که وقتی میخوای حرف بزنی، هر کسی اگه میخوای حرف بزنی، اگه میخوای حرفات درست باشه، توی که میری میچینی این ناوکیه، این از خودشونه، این پول داده، این پول گرفته، این نمیدونم فلان کرده، اینا منو آزار نمیده، هیچ کدوم اینها منو آزار نمیده. ولی درست. ولی
خانم رخشانی اینها مسدود میکنه راه این رو که من بخوام اصلا با شما صحبت بکنم. مخالفت داری با من، چشم دیدن من رو نداری، اوکی من بهت حق میدم. من که اصلا شما نه منو دیدی، نه بی احترامی بینمون بوده، نه چیزی بینمون بوده. من فقط یک جمله اومدم گفتم از نظر من و با تجربه من نپرداختن به زیبا میتونه در راه این موضوع کمک بکنه. خب شما زیبا اومده حالا الان زیبا سلام نمیکنه. سلام شب بخیر. ببین یه چیزی رو بگم برای اینکه مسائل سریعتر پیش بره. صحبت هایی که من الان توی این یه رو بشنیدم صحبت هایی بود که قبلا هم پیمانه تو لایف با سحر مطرح کرده بود و اینا تکراریه. خب ما اینا رو شنیدیم، اگر تو اون لایو هم نگاه بکنی هستش. خب مسئله اینه که ما الان چرا من خودم پیشنهاد دادم برای این مسئله، به خاطر این بود که من احساس کردم خیلی فرشته داره تو رو تحقیر میکنه، از این نظر که ما تو به شنونده نداری، مثلا شاید 20 نفر شنونده دارین، 20,000 تا داریم. ما گفتیم خیلی خوب، ما حالا یه امکان خیلی کوچیکی داریم در این رابطه، بذاریم تو حرفای جدید خودت رو بزنی. من یه سوال دارم، این مسئله که اخیراً تو باعث شده که الان انقدر در رابطه با فرشته برخورد بکنی. به این فرشته به منم خیلی مسائل مطرح میکنه، خیلی چیزا رو میگه. خب مسائل رو که مطرح میکنه، چرا تو بعد از این اواخر اصلا مسئله الان زیبا نابک نیست توی پیجه؟ بله اون چیزی که الان اذیتت کرده از فرشته و باعث شده که تو اینقدر بهش بپردازی و ناراحت بشی، اون چی؟ من اولا که ناراحت شدم فرشته هم فکر بکنه، حالا جدا از اون تمام فحاشی‌ها و اونجور چیزا بشینه توش یه حرف منطقی از تو ببینه، اون چیه؟ ببینید من اولا نه ناراحت شدم چون چیز جدیدی نبود، نه آزار دیدم چون چیز جدیدی نبود. توهین‌های خانم رخشانی به من چیز جدیدی نبود. قبل از لایو با سحر، یک شب قبل از لایو با سحر، حمید گرانمایه به من زنگ زد چرا داری با ایشون لایو میذاری، برای چی؟ گفتم ببین آقای گرانمایه میخوام، یعنی با ایشون منظور سحر؟ بله. گفتم که من دوست دارم حرفم زده بشه، همین. نه بذار من به فرشته زنگ میزنم میگم با شما لایو بذاره، شما برو حرفاتو بزن. گفتم آقای گرانمایه من یک بار این درخواست رو از فرشته کردم و فرشته گفت نه، الان دیگه نه، من نمیخوام اصلا این اتفاق بیفته. بعد از لایو با سحر خانم رخشانی دیگه از حد گذروند، یعنی اومد و جوری شروع کرد. من اصلا ببینید زیبا، ببین اگر فرشته ادعا میکنه که آدم قوی هست، من چندین برابر از اون قوی ترم، چندین برابر، 10 سال ازش جوان ترم. ببین ما نیاییم مقایسه کنیم. تو پیمانه من خودم اون دفعه‌ای که تو با سحر صحبت کردی من اصلا خوشم، اصلا از اون موقعی که من اولین بار تو رو با فرشته پرندوش دیدم، اون موقع من خودم اینو سیوش کردم گذاشتم، به خاطر اینکه دیدم که در صحبت‌های تو من تو کانال گذاشتم. چرا؟ چون احساس کردم که تو کل صحبت‌های تو، حتی تشکر کردم از فرشته که به تو این امکانو داده. تو یه مخالفی بودی که میگن دشمن دانا به از نادان دوست. خب من دیدم تو داری در یه سری سیستم ها صحبت های مسائلی رو که مطرح میکنی، الان هم اون هست، حرفای جالبی رو زده بودی. خب پس با تو میشه یک سیستم منطقی رو پیش برد. خب وقتی هم در رابطه با سحر دیدم که خب خیلی با سحر خوب، حتی این وایس هایی که به سمیرا دادی، گفتم اصلا من واقعا حالا نمیدونم، شاید نقطه نظرات
خیلی با من به عنوان اصلا منو شیطان ملعون هر چی اینا رو که ببینه، ولی خب داره حرفاشو میزنه. خب من میخوام بگم تو یه نقاط قوتی داری، فرشتم یه نقاط قوتی داره. اصلا این اشتباهه ما بیایم مقایسه کنیم. این کارای فرشته بسیار چیپ بود که اومد برند مثلا کارای تو رو مسخره کرد، این برند شلوار یک چیزای این چنینی و این خودش رو آورد پایین. شما الان ممکنه بیاد یه لباس اصلا خیلی کهنه، خیلی مال نمیدونم قرون وسطا مد بشه، یه چیز خیلی بالا بشه. اینو کسی، نه من میتونم الان نظر بدم، نه کسایی که نمیدونم آدمای معمولی هستن. تو رفتی تو این رابطه درس خوندی، تو رابطه تو این رابطه کار کردی، برای خودت هم داری کار میکنی، مشتریای خودتو داری. پس هم از من بالاتری، هم از فرشته بالاتری، هم از سمیرا بالاتری در زمینه کاری خودت، به خاطر اینکه تو این زمینه اصلا کارت پیجی داری. درسته؟ درسته. شما پس توی نقطه قوت، حالا من خودم هم میگم، فرشته رو نمیگم، بلندشم بیام عکس نمیدونم شما رو مسخره بکنم، میگن خب آخه بابا تو برو نمیدونم تو اصلا میدونی چارخونه اصلا برندش نه، اصلا کلمه برند میدونی چی میخوام بگم، یعنی تو این رابطه درسته. من یه آدم ناشی هستم. پس ببینید این کارایی که کرده، من خودم انتقادی که به شما دارم اینه که پرداختن شما الان ببین هر چقدر خودتون رو قوی کنید تو زمینه‌های کاریتون، هر چقدر توی زمینه‌های مثلا نه که بیام من الان به شما یه فوشی بدم شما بیاید بگید که خب حالا من میام الان این که نمیدونم کاری که در واقع متاسفانه فرشته انجام میده، میخواد مثلا ثابت بکنه که من اگر کسی گوزید من میرینم. من در مقابلش اینه. خب ما میگیم بابا اصلا مدال ریدن مال شما. درسته؟ همه اینها مال شما. توی این سیکل افتادن یعنی من توصیه میکنم، یعنی خود من توی این رابطه وقتی دیدم که هی این داره واقعا بیش از اندازه داره هی اصلا خودش رو زیر سوال میبرد. وقتی که مثلا اینجا من اصلا بخواد یه حرفایی که اصلا خیلی دیگه افتضاحه. من توصیهم اینه که شما اگر کارهای خودتون رو، اگر 2 تا پیج داشتی، 2 تا برند داری، فلان داری، تو پیج خودت مثلا مطرح میکردی، ببین مشکان است که خود ببوید. به مرور زمان خب 2 نفر مشتری واقعی آدما، شما حتما تو این کار بیزینس هستید دیگه، از گفتن و اینها به وجود نمیاد که مشتری واقعی از مشتری بیاد. طرف میاد میره میگه که من رفتم یه جنسی خریدم، انقدر خوب بود، انقدر قیمتش خوب بود، انقدر برخوردشون خوب بود، انقدر اصلا عمرش فلان اینا، این تبلیغ میکنه به اون یکی. من خودم میخوام بگم انتقاد من تو این رابطه به شما اینه که پرداختن اینجور چیزا، البته یه سری کلیپ هایی که شما برداشتی، تیکایی که از لایوهای ما برداشتی، من به سمیرا گفتم سمیرا اینا رو از کجا آوردی؟ سمیرا گفت زیبا رفتم خواستم من خیلی جالب بودم. خب چون خودم بودم دیگه. حالا بگیم حالا تو این زمینه نقد اینا اشکالی نداره. بله. ببینید زیبا، ببین اگر من این کارو کردم، ببینید اولا که با پیج کاری من اگر 2 تا نکته بود که فرشته رخشانی هی می اومد این رو بولد میکرد که این اومده دیده بشه، این میخواد دیده بشه. خب من اومدم یک پیجی رو از صفر، یعنی پیج پیمانه همینی که باش اومدم بالا، یه پیج صفر رو من اومدم زدم و هست توی پیجم هست. این تیکه هایی که درست میکردم از توی این لایف ها به 12,000 تا 10,000 تا 5,000 تا 7,000 تا ویو خورده و همشون توی اکسپلور بود. خب پس من و بعد پیجم رو هم باز گذاشتم که کسی نخواد فالو کنه بیاد بالا. اولین چیز در اینی که آدم بخواد فالوور بگیره این هست که دیده بشه، دیده شدن یا یک چیزی رو نشون دادن
و شو کردن خودش توی دیده شدن و فالوور گرفتن خیلی مهمه. من حتی این کارو نکردم. من فقط می اومدم یه تیکه هایی از اون رو میذاشتم و خواستم این رو حالی بکنم که من برای دیده شدن نیومدم. من فالوور یه نمیخواستم سوال بگیرم. بکنم بله. واقعا دوست نداری دیده بشی؟ نه، دوست ندارم دیده بشم. نه، دوست ندارم دیده بشم. چرا؟ چون دلایل خودم رو دارم. پس شما دوست دارید دیده بشید، دلایل خودتون رو دارید. من دلایل خودم رو دارم، نه برای فرشته رخشانی، نه برای زیبا، یعنی برای اسم هیچ شما کس. واقعی نیستش؟ اسمی که اسم داری خودم الان واقعیه، اسم من واقعیه، اسم خودم واقعیه، منتها ولی اسم برندم. یه چیزی حالا بهت بگم. اولا خواهش این که میکنم. واقعا دیده شدن خیلی خوبه، چون بله. توجه باعث میشه. من خودم قبل از این که اصلا همین کاری که شما حتی با انگیزه دیده شدن نداشتید، بله. اومدید باعث شدید یه سری آدمای کیفی بیان دنبالتون. ببین ممکنه همین الان من 250 و خورده هزار تا فالوور داشته باشم، این تعیین کننده نیست. اون روابط واقعی که من از بین اینها به دست میارم اون تعیین کننده است. شما من همینطور. ممکنه پیج شما خیلی کم 200 نفر داشته باشه، ولی از این 200 نفر شما 100 نفر اومده باشن و خود شما رو اینها واقعا قبول واقعی دارن. کسایی که اومدن تو پیج من واقعی هن. یعنی کسایی هستن که پیجت رو نظرات بذار من رو باشه، قبول دارن. بذار پیجت باشه، خودت رو که مطرح میکنی به نظر من بیشتر برنداتو مطرح کن، کاراتو بگی. ببین مردم الان ممکن الان من بگم ترسو خودتو نشون ندادی. خب باش، شما میگی من ترسو، منم ترسو هستم. خب ممکنه یکی بگی فلان، خب شما این فوشو دادی. خیلی گفتن زیبا چرا این امکانو گذاشتی که مثلا پیمانه پیشنهاد دادی که پیمانه بیاد و این فوش بده به فرشته. گفتم من خودم به یه همچین چیزی رو نه تا حالا به فرشته فوش دادم، نه ممکنه مثلا بهش کاراشو نقد کرده باشم، حرکتاشو نقد کرده باشم، ولی این حرفا و این چیزای واقعا مسخره‌ای که این تو پیجش داره من ندارم. میگم بذار بگه دیگه، آروم میکنه خودشو، فکر میکنه که خب مثلا من خیلی قوی هستم. خب ولی این جریان باعث شد که ماها تو این رابطه یه سری کیفیت‌های از افراد رو بشناسیم، حتی خود فرشته. باور میکنی من چند بار این بخصوص این آخریا یه دفعه دیدم چه کارهای جالبی میکنه، رفته از پزشکی خودش نمیدونم تجربه خودش رو داره میگه، نمیدونم فرض کن بچه ها من این برند فلانه بهمانه، من بچه ها یه سری هم واقعا دوستش دارن چون شیرینم هست. خب من حتی میدونم که در آینده واقعا این مسائل به مرور هممون، نه فقط بگم بین من و اون، چون من مبارزه‌ای باش ندارم. خب شما هم این مبارزه مثل مبارزه که ماها توی اصلا بچگی هم مثلا خواهر برادر با هم دیگه دعوا میکنن دیگه، بعد و بیرا هم به هم دیگه میگن. من توصیهم اینه شما واقعا دنبال فالوور باشید و امیدوارم که شما ببینید زیبا، من اجازه بدین من بگم، من پیج کاری من پیج بزرگی هست، فالوورهای خیلی زیادی داره. تو یوتیوب من فعالم و یوتیوب من خیلی خوب داره کار میکنه و این چیزی که امروز من اومدم و این پیج رو زدم چند تا نکته داشت. این پیج رو زدم که به خانم رخش، حالا یا بچگونه بود یا بچگونه است کاری که میخوام بکنم، همون مثالی که شما زدین مثل دعوایی که آدم توی خونه میکنه یا بچگی با کسی میکنه. بله ببینید من این پیج رو زدم که خواستم بهش حالی بکنم. ببین اگر بخوام فالوور بگیرم چون راهش رو بلدم، منی که این راه رو یک بار رفتم بس بلدم که چطور باید فالوور بگیرم. این رو غیر مستقیم، حالا اگر متوجه شده باشه اگر نشده باشه من همینجا مستقیم بهش میگم که خانم رخشانی
شما اگر زیبا رو دعوت که، چون پیج شما قبل از اینکه زیبا رو دعوت بکنی مشخص بود، اصلا محتویات پیج مشخص بود که این پیج چی هست و تا کجا بوده. شما زیبا رو دعوت کردی، اون خودت میدونی، اصلا ساخته و پرداخته خودت هست، هر آنچه که بوده من کاری ندارم، و اومدی ویو گرفتی، فالوور گرفتی، هر کاری که کردی. شما توی این رابطه فرشته رو نمیبینید؟ من میبینم. نه فرشته من اصلا ببینید، من اصلا چیز بدی راجع به ایشون نمیگم. من میگم اوکی، تو این کارو کردی، تو به فکرت رسید، نشستی فکر کردی و تحقیق کردی، گفتی اگر من زیبا ناوک رو دعوت بکنم میتونم اینطوری فالوور بگیرم. باشه، خوب کاری کردی، گرفتی. حالا الان یه عده‌ای دوستت دارن دنبالت میکنن، همراهتن، خیلی هم عادی. پیمان بس کسی که خودش این کار رو میکنه اصلا این اجازه رو نباید به خودش بده که بیاد به دیگران بگه که ببین این میخواد دیده بشه. خب اصلا گیری من پیمانه میخواد دیده بشه. اصلا این اذیتت کرده؟ نه این اذیتت کرده؟ نه ببینید، من اصلا بابت این چیزا اذیت نشدم. ببینید این یه مورد بود. این یه مورد بود که شما ایشون میگفت تو اومدی دیده شدی، ما این نظر رو میذاریم، میگیم خب فرشته این نظر رو داره، شما میگید که من پیج خودم قویه، خیلی خوبه، این نظر برای این مسئله نیومدم. در صدد متقاعد کردن هم دیگه نباشید. من خودم شخصا الان منی که الان شاید 200 نمیدونم فلان با خورده ای پالو، من از اینکه از شما فالوور بگیرم خوشحال میشم. نوش جونتون، اگر بیان خوشحال بشین. من مشکلی ندارم. و مطمئن باشید که من از فرشته پرندوش، از اینکه یه دفعه دیدم یه همچین مسائل و مباحثی رو مطرح کردن و اینا، من واقعا از اون موقع اصلا به فرشته، واقعا من که البته فرشته پرندوش رو همیشه دوست داشتم، این نمیدونم هر کاری هم میکرد باز میگفتم چیز. حتی همین فرشته رخشانی هم من تو دل خودم نمیتونم از کسی، خیلی ممکنه لحظه ای از یک کسی ناراحت باشم چند ساعتی، ولی نمیتونم مثلا از رفتارها ناراحت میشم، از شخص نه. میگم خب این شخص تغییر میکنه، این شخص بعد از این مدتی تغییر میکنه. خب حالا این یه مسئله بود. مسئله دیگه، شما الان این کارهایی که کردید خیلی جالبه، 12,000 یه دفعه ویو گرفته و اینا خیلی جالبه. من خودم پس معلومه که تو این رابطه وارد هستید. اینا رو کی درست کرده؟ خودتون؟ خودم درست کردم و یک از دلایلی هم که اینها رو خودتون مدیرش هستی؟ نه، من هم پیج کاریم و یوتیوبم، البته جفتش دست خودمه، ولی چون که یوتیوب ادیت میخواد، بله، البته اینو بگم چون یوتیوب باید خیلی ادیت بشه، کارهاش، چیزهایی که اونجا هستش و اینها باید خیلی ادیت بشه. بله برای جفتش هم ادمین دارم، ولی خب مدیریت کلیش به عهده خودم هست. خودم از نظر اینی که بخوام اینجور کارها رو بکنم و این مسائل رو داشته باشم و بخوام چیزی رو درست بکنم، کات بکنم، حالا اینها رو یه مقدار سوادی توش دارم که بخوام این کارها رو بکنم. اینی هم که اینها رو وقتی یه سری کسایی هستن که واردتر هستن، خب آدم میده به اونا دیگه. شما خودتون خب مثلا فکر میکنی یه رئیس یا یه شف یا یه باس یک جریان همه کارا رو که نمیکنه. اینها رو خودم درست کردم، یعنی کل اینها رو من به کسی ندادم، خودم درست کردم و این چیزی هم که درست کردم فقط اون پایه اصلیش از این بود که خواستم به خانم رخشانی این گوشزد رو بکنم. به نظر من نه میخواستم این گوشزد رو بکنم که خانم رخشانی شاید حافظه مردم ضعیف باشه، که هست، حافظه مردم همیشه ضعیفه، ولی شمایی که میای و یک سری چیزها رو میذاری در فضای مجازی، این فضای مجازی یکی مثل من پیدا میشه و میاد اونها رو از
توی اون میکشه بیرون و میاره میگیره جلوی چشمت. سعی نکن. من هیچ وقت زیبا هیچ وقت توی زندگیم این صحبت پدرم بود که هیچ وقت توی زندگیم کسی رو تحقیر نکن به هیچ عنوان. همیشه چون استارت کاری من دستی وقتی بالای خورد دستی هست دقیقا همیشه. من خودم همینطوره. و یک چیزی پدر من همیشه میگفت یک روزی حقیرترین آدمی که دور و برت هست میتونه گرهی رو از زندگی تو باز بکنه که شخص اول مملکت نمیتونه این کار رو بکنه. و من این رو خواستم من این رو خواستم به خانم رخشانی بگم که خانم رخشانی شما اومدی پیمانه رو تحقیر کردی، اشکالی نداره. پیمانه هر کی که هست، حتی تصور بکن زیبا که پیمانه یک آدمی، یک خیاط ذلیل بدبخت بیچاره است که پشت یه دونه از این چرخای دستی مشکی مثلا زمانی هیتلر نشسته و داره خیاطی میکنه. این پیمانه باید بهش، این پیمانه نوعی، خودم رو عرض نمی کنم، اون پیمانه نوعی رو تو باید خانم رخشانی بهش احترام بکنی. چرا؟ یک، اولا که همجنسته، یک زنه و مثل خودت داره زحمت میکشه. حالا اگر تو یک جایی باهاش اختلاف داری، این اجازه رو نه به خاطر پیمانه، به خاطر خودت و به خاطر شأن خودت نباید به خودت اجازه بدی که به همجنس خودت که داره زحمت میکشه بیشرفی نمیکنه، دزدی نمیکنه. مسائلیه که 100%. ببینید یه چیزی رو بگم، شاید یه سالم نباشه، چندی ماه باشه که فرشته اومده لایو داره میذاره و پشت سر هم این اصلا داره یاد میگیره، بعد یوتیوب رو گذاشت و بعد وارد شد. خب این فرد رو شما بدونید که اینم تغییر میکنه، همه توی این جریانات تغییر میکنن. و یادم وقتی هم که آدم یاد یه حرفی رو میزنه، ممکنه امروز یه بلاک بکنه اونو تا فوش بده فلان کن، بعد میبینه نه، بعد از یه مدتی ببینیم فوش. خب حالا مثلا من ریدم، خب من اصلا برای تو، خب باش، ما میگیم خیلی ریدی، برو خودتم بشور، یه دوش بگیر بیا دیگه، حالا دیگه همه میریرن دیگه، حالا فر کن. تمام این مسائل اینا رو که میگه، بعد دیدم میبینه به مرور تغییر میکنه. من همیشه پروسه آدما رو میبینم. این از این مسئله. حالا بذار زیاد در این رابطه اول یه مقدار در این برگردیم. من به نظر من شما که اومدید این حرفا رو، این پیج رو درست کردی و خود توانایی خودت هم نشون دادی که حداقل اینجا هستی دیگه. مایی که از نظر شما دشمن بودیم، شما با ما مبارزه میکردید، ما رو کشوندید. پس چه عاملی باعث شد؟ قدرت خودت بود. قدرت خودت. اگر من اتفاقا از اول لایف دیدم از سمیرا که سمیرا خیلی خوب برگشت گفت که فرشته شما هم بخواین میان با هم حرف میزن. بله. سمیرا یه چیز جالب بگم میمانه، پری روز چیز زنگ زده به من، فوزی زیبا، من میخوام که شماره فرشته رو بده، من میخوام باش حرف بزنم. نمیدونم، گفتم یه شماره‌ای دارم که اونم من حالا بلاک کرده فلان و اینا. اما از این که گفتم فوزی خیلی خوشحال میشم تو بری صحبت بکنی. ببینید ما افراد محترم، یه روزی اولین باری که یادت سمیرا فوزی اومده بود بر علیه تو وایس بذاره، انقدر من خوشم گفت بشین فقط چت بذار، نه گوش میداد بعد نه این از اول درسته. همین صحبت کردن و یعنی چی؟ فرهنگ گفتاریه دیگه. ما تو جامعهمون نشستیم یا فوش دادیم یا زد و خورد کردیم یا قمه کشیدیم. خب حالا الان اینا اومده توی فضای مجازی. خب ما باید یه مدت تحمل داشته باشیم به این که مثلا خب دیگه از پشت چیز نمیتونه که امشب اومدم، یعنی من اینی که موافقت کردم وقتی سمیرا
شما پیشنهاد داده بودید و سمیرا به من پیام داد. من یکی از دلایلی که این پیشنهاد را قبول کردم این بود که میخواستم بگم خانم رخشانی شما خوشگلی، خوشتیپی، خوش قد و بالایی، خوش هیکلی، دهن گرمی داری، جذابی، همه اینها هست. به نظر من یک کوچولو عفت کلام داشته باش، یعنی به خاطر خودت، نه به خاطر من، نه به خاطر دیگران. شما این کارو کردید. من چند تا چیزایی رو از شما دیدم توی استوریا، یعنی به جای این اومدی جواب یه همچین چیزی رو، اگر تو اون رابطه سکوت میکردی خب نه من اینها رو ببین، زمانی که من این کارو کردم، اصلا هیچ ادعایی زیبا ندارم. من نه ادعای خوشگلی و خوشتیپی و خوشقد و بالایی و پولداری و نمیدونم در اندازه خودش قشنگ. نه کلا دارم اینو میگم. اولا من ادعا ندارم. دوما این که من دارم تو کشور ایران زندگی میکنم، حالا یه کشور جهان سومی دارم زندگی میکنم. فرشته رخشانی داره تو یه کشور مهد تمدن داره زندگی میکنه، مهد دموکراسی داره زندگی میکنه. ایشون ادعا میکنه 10 سال اونجا داره زندگی میکنه. پس بنابراین یه فرقی باید با من جهان سومی باید داشته باشه به عنوان مثال. اینو برای چی داری میگی؟ جان؟ اینو برای چی میگی؟ میخوای منظورت اینه که میگم که وقتی میاد اونطوری فوش میده، خب وقتی یه آدمی از مهد دموکراسی میاد اونطوری فوش میده، پریمیتیو صحبت نکنه دیگه، بدوی حرف نزنه. این حرف درست، این حرف توقعی نباید داشته باشه از من جهان سومی که بیان. شما الان خودت دوست دارید و اصلا مثلا فرض کنیم که فرشته ازت بخواد که بیایی باش صحبت کنه، آیا حاضری؟ من مشکلی اصلا با ایشون نداشتم. من فالوورش بودم، خیلی هم دوستش داشتم. من قابل احترام بود برای من. خب خوبه، این خیلی خوبه. من یه سوال از پیمانه بپرسم. پیمانه، با این اکانت شما فرشته رو بلاک کردی الان؟ یعنی این اکانتی که الان هستی، چون قبل اینکه شما بیای بالا فرشته تو لایو بود، بعد که شما اومدی فرشته از لایو افتاد بیرون، رفت لایو گذاشت. ببینید سمیرا منو بلاک کرده. نه ابدا اینطور نیست. بلاک نکرده. حالا چی شده معلوم نیست. مهم نیست. مسئله اینه اصلا ما حالا اون پیشون فکر کنه که به هر حال دیگه هم تو گفتی هم ایشون بود. اوکی نیستش. ما از این حرکت میکنیم که فرد چیز. از این که الانم هی بخوام، به نظر من از این که کامنت ها رو بستی کار خوبی کردی و از این که فرشته نیست اینجا خوبه. ما الان با فرشته که صحبت نداریم که ما با پیمانه صحبت داریم. اتفاقا من خواستم بهت بگم که اگر خواستی ایشونو بیاری من نمیام، چون قرارمون امروز این بوده. اینو بگم. آره من البته باهاش یه قرار دیگه بذاری. همین من البته گفتم اگر که من هنگامه بیاد، چون این لایو مال پیمان است، بیاد اگر فرشته خواست بیاد بالا و پیمان قبول کرد اینا بعد، اما نگفتم من یه خوشبختانه نشد، چون من اگر اینجوری میشد من نمیومد. آره اینو بهت بگم به خاطر اینکه اینو سریع ایشون باید یاد بگیره. فرشته منظورمه. خب ما که بیاد بگه من تو ببین از این غرور پیمانی حرف خوبی زد اون به قول از پدر، این از این غرورش باید فرشته بیاد بالا که من آنم که نمیدونم فلانم، من 20,000 تا دارم تو فلانی، من خوشگلم لاغرم تو فلان، لباس من فلانه تو لباست آنه، تو درس اینه. آقا زبان تو بهتر زبان. من مثلا فرض کنم همین مسائل اون چیزایی که میگین ضعف‌هایی که با گفتن این ضعف‌ها، با برجسته کردن این ضعف‌ها چی رو می‌خوایم ثابت کنیم؟ نشون بدیم. می‌خوایم یکی رو بکوبیم. من از همین الان میگم که شما 10 تا می‌خوایم بکوبیم، من خودم بهتون 100 تا چیز یاد میدم، بهتون میگم که باش منو بکوبید. ما الان نقاط قوتی که توی این رابطه، من برای همین فرشته باید یاد بگیره
که بیاد بگه که من درخواست دارم من همینطور یا اصلا خودش تو رو دعوت کنه یا فلان. ما دشمنی که نداریم که هی بخواد بگه خرسی ای فلان. آقا ما خرسی، من گاوم، اون یکی خره، اون یکی فلان. با همه حیوانات، اصلا حیوانات رو دوست داشته باش، حیوانات رو دوست داشته باش، نه به عنوانی که زیبا این گاو، اون یکی خره، اون یکی نمیدونم فرسه. بابا ما همش هستیم. خب ولی اینا چیزی رو حل نمیکنه که من که خودم همه حیونا رو دوست دارم، میگم خوشحال میشم مثلا شبیه گاوم باشم، مسئله برای من نداره. ولی این که الان این که بخوایم آدما رو تحقیر کنیم راحته، باعث میشه که این فرد یه حرکتی بکنه. به نظر من همین که شما در دل خود حالا شخصا طرف رو ازش متنفر نیستی که از کی؟ از فرشته رخشان. نه چرا باید تنفر داشته باشم؟ من ناراحت شدم از حرکتاش ولی تنفری من از ایشون ندارم. زیبا میکنم اگر باشه من فقط اگر بخوای یه جبرانی از طرف فرشته برای تو بشه، یعنی ما به نتیجه برسیم که فرشته به این شعور و فهم برسه که بعد بگه آره من در این رابطه ها واقعا یه سری اشتباه کردم، یه سری برخوردهای واقعا چیپی کردم. همین جمله که الان شما گفتید. نه هیچ جبرانی لازم نیست، هیچ جبرانی رو من نمیخوام. ایشون خیلی هم بزرگوارن. همین جمله که بله من تند رفتم، همین. این شما نه من اینجوری نیستم. من با وجود اینکه نه ناراحت هستم نه فلان، نه من یه کار عملی موقع ازش میخوام. نه من ببینید شما نمیخواید، بحث الان مال شماست، بحث الان مال شماست. بله خب من همین یک جمله چیز دیگری نمیخوام. خب همین یه جمله کافی. خیلی خوب. بعد دیگه من فکر میکنم که هم نه شما فرهادی کرد نه چیزی گفتید، به هر حال حرفاتو زدی. اگر کسایی هم که ما تعداد خیلی زیادی هم الان نیومدن توی لایف که فرشته مثلا فکر کنه که ما خوشحال بشه، اگر این خوشحالش میکنه که مثلا ویو پایین بوده، ما خوشحالیم از این که ایشون خوشحال بشه. از این که شما صحبتتون و خودمون الان من با شما یه صحبت، حالا من کاری ندارم که شما در رابطه با من چه نظرات منفی دارید، اون میتونه برای خودتون باشه. به همه گفتم هر کسی میتونه درباره من هر چیزی درست کنه، بگه فلان کنه، مجازه، چون به هر حال اون ذهنش میاد که بهتره که من بشنوم اینا. ولی در کل من احساس میکنم شما یه فردی هستید که میتونه آدم باتون رابطه رو بهتر بکنه، بره جلو. من یه چیزی رو به شما بگم. من مادر بزرگم اولین باری که من شما رو شناختم تقریبا 7 سال یا 8 سال پیش بود. مادر بزرگ من شما رو شناخت. مادر بزرگ من شما رو شناخت. بله مادر بزرگ من شما رو شناخت به خاطر اینکه مادر بزرگ من و مادر شما توی یک کوچه زندگی می‌کردن. توی تبریز. تو تبریز؟ مگه تبریزی هستی تو؟ بله من اصالتا تبریزی هستم. بله تو باشارسان؟ بله باشارم نیواشم من لهجه دارم اصلا. من تا نگفته بودی نفهمیده بودم. خاطر اینکه من تا 23 سالگی تو آلمان زندگی کردم. من 23 سالم بود اومدم ایران. مادر بزرگ من با مادر شما همسایه بودن و یه خانم دیگری هم یه خانم دیگری هم تو همسایگی اینها بود به نام، حالا خودتون که ترک هستین میدونین بهش میگفتن سوره باجی، که این ستا با هم دوست بودن. دوستی اینها ادامه پیدا میکنه تا زمانی که مادر شما و خانواده‌تون میان تهران و مادر بزرگ من هم همینطور، تا جایی که شما اونطوری که مادر بزرگم تعریف کرد، تا جایی که شما خانواده‌تون توی جردن تو خیابون ناهید اونجا بودن، مادر بزرگ من با مادر شما رفت آمد داشتن. چرا؟ اسمش چی بود؟ آسیه. اسم مادر آسیه. بله
بعد خب چه جالب. اونجا سر ناهید غربی یک بانکی بود، بانک تجارت که نمیدونم الان هست یا نه. دختر خاله من توی اون بانک کار میکرد. صبح که میخواست بره بانک مادر بزرگم رو میآورد دیدن مادر شما. ساعت 3 که میخواست از اونجا بره، مثلا حالا 2 ماه 3 ماه یه بار، بله میومد دنبال مادر بزرگم رو میبرد. بعد دیگه نمیدونم بعدش حالا چه اتفاقی میفته، اینها دور میشن از همدیگر و اینها. من یک روز خیلی اتفاقی داشتم این اینستا رو نگاه میکردم، خونه بودم، چون مادر من قبل از مادر بزرگم به رحمت خدا رفت. من پدر مادرم رو قبل از مادر بزرگم فوت شدن. من خونه بودم با مادر جونم و این مادر جون من خیلی غم دخترش که مادر من باشه رو میخورد. من به خاطر اینکه روحیه مادر جونم رو ببرم بالا، لایو شما صبحانه‌تون بود، نشین مامان جون دادم، گفتم مامان جون ببینید چقدر این خانوم مثلا داره صبونه میخوره، شاده فلانه، شما هم شاد باش، این اتفاق افتاده. دقیقاً با همین جملات مادر جون من به محض اینکه شما رو دید گفت من اینو میشناسم به ترکی. گفت من بونی ایتانی را. گفتم که این کیه؟ گفتم این کیه؟ گفت این دختر فرانه دیگه، دختر خواهر علویه است، نمیدونم اینطوره. گفتم اینا کیان؟ بله گفتم اینا کیان؟ حالا من که خب نمیدونستم، اصلا خبر نداشتم اصلا از هیچی. گفتم اینا کیان؟ نشست برای من تعریف کرد که اینا اینطور بودن، ما تبریز بودیم بعد اومدیم، اینا رو برای من تعریف کرد. خب من به طب وقتی اون موضوع رو دیدم یه کوچولو بیشتر چیز شدم، اومدم بیشتر لایوهای شما رو دیدم، لایواتون رو دیدم، ولی دیدم با آنچه که عمل کردتون، روحیتون، کاراتون، افکارتون خب با من نمیخوند. خب دوستش نداشتم ولی خب بود دیگه، شما افکار خودتون رو دارید. سمیرا پینو بردار. نیستم زیبا، پین نیست، شما باید یه چیز دیگر رو بردار که این پین بیاد. ببین زیبا علویه برای چی بوده؟ مثلا علویه به کی؟ علویه خاله من بود دیگه. ببین یکی از این یا قلب و یا یه چیز رو بذار تا این یه پین قبلی بره. بعد من اومدم تا این موضوع گذشت. بله من مادر بزرگم فوت شد، خدا بیامرز. بعد و من همینطور شما رو جسته گریخته دنبال میکردم تا به اونجایی که خب یه مقدار خیلی زیادی بودن وحید توی گروه شما حجمه های خیلی زیادی رو درست کرد. بعد گروه های مخالف اومدن و خب منم این استارت رو، این زمینه رو داشتم تو مخالفت با شما. خب عقایدتون رو دوست ندارم. ببینید من همینجوری که شما الان نشستید اینجا و دارید با من صحبت میکنید، اوکی من با شما صحبت میکنم، ولی اگر بخوایم بریم وارد یه قسمت عمیق‌تری بخوایم بشیم، من عقاید شما رو قبول ندارم، شما هم عقاید من رو قبول ندارید، من رازنداری شما رو قبول ندارم. ولی اینی که زیبا ناور که الان نشستی جلوی من، خب داریم ما هم حرف میزنیم، چه اشکالی داره؟ این کنسم میرا نوشت پیمان جان خیلی با شخصیت هستی. آره بیا این پین میکنم بعدا چیز میکنم. عرضم به حضور شما که جریان از اینجا شد و خواستم این رو بدونید که من مادر بزرگم شما رو میشناخت و من چون من اصلا خونه تبریز مادر بزرگم رو یادم نیست، ندیدم، خب نمیدونم اصلا هیچی، ولی این رو گفتم که شما هم در جریان باشید. مرسی، چه جالب، خیلی عالی شد. چقدر از لایو گذشت سمیرا؟ من با یه ساعت شده میگم که ببندیم لایو که چیز کنم بتونم استوری کنم. من خواستم برای یه رو بیام ولی تا آخرش موندم. خیلی جالب. سپاسگزارم، به هر حال ممنونم از اینی که این امکان رو به من دادین و امیدوارم که بازم با تو لایوهای فرشته هم باشیم، با فرشته. من حالا به همه گفتم به زودی
نمیدونم، من خونش بازم، من تو خونش خواهید. من از همینجا زیبا، من از همینجا به فرشته رخشانی میگم من هیچ دعوایی با تو ندارم، به هیچ عنوان من دعوایی با تو ندارم. من دوست داشتم، فالوورت بودم و برام قابل احترام بودی. حرف هایی که زدی دیگه به نظر من حالا باید یه ذرم این تکون بخوره فرشته، یه مقدار در خیلی خیلی برخوردای مسخره و چیپی باشه، ولی خب حالا به این رو بگم دیگه به هر حال باز هم از شما و از سمیرا ممنونم و اینکه بازم به همه میگم، به همه میگم مرسی. خدا. بچه بابای.